پاکشاده به خانان همه آنهایی که این ویدیو را در هر کجای عالم ببینند. امیدوارم که حال و هواتان خوب است. این نوبت استگاهی ما یکم فرق میکند. استگاه آنلاینی است با رضا گیاєв و شما شاید که این نفر را میشناسید، اما اگر شناس نیستید حتما در رفت برنامه شناس خواهید شد. و شما تماشای خوب. رضا درود. درود. خوبی؟ میشود. شما چیکار؟ گفتی در سیاحتم. تشکر. گفتی در سیاحتم در کجا؟ بله امروز نو یک دو روز چی میشود که ما از وارشاو کار میکنم. بله در پایتخت لهستان و در اینجا یک دوستی ما زندگی میکند و سپاس با وی که همین اتاقش با ما داد تا که امروز ما با تو صحبت کنم و در اینجا ما خوب میکنم، در اینجا کار میکنم ما. بله بهترین. سپاس با دوستت. بله سوال اولم همین است رضا. برای من با هم صحبت هم اولتر از همه نام عجیب است که میخوام نام هم صحبت رو با شرح و ایضاحش بدونم. تو این چیزا برای من محبت میکنی؟ البته چرا نه. خب نام ما چی است؟ نام ما رضا است و رضا معنای راضی بودن، یعنی کلمه عربی بوده معنای با یگان چیز راضی بودن است. و بله رضا و نام اما کم باشد رضا بود و برای همین نامگذاری کردن رضا. ولی بله همین خانم یعنی نام اما که من رضا نام داشت و بعدا وقتی که این اما کم از دنیا رفتن در خانه به خلاصه اومدن که هی بله رضا را نامگذاری میکنیم به نام من. کی به این خلاصه میاد؟ برای مثال من نام مرا دلشاد بیبی مادری هم مونده است، خدا رحمتشون کنه. نام تو رو چی؟ براستی نگاه کنید نام من عموما پورا اگر گیریم محمد رضا گیاєв میرزایویچ است و در خانه ما گیریم یک با دو گروه جدا شده بودن. برای مثال پام خوب دیده است که برای مثال من رو نامگذاری کنن محمد، ولی پدرم میگفته است که برای مثال دادرش که از دنیا گذشته است بیا اکش که از دنیا گذشته است بیا نامگذاری کنیم رضا. برای همین گذاشتن محمد رضا گیاєв. ولی این زمان الکی تنها نام رضا را مردم میگویند ولی در شهادتنامه و در پاسپورت باشد تنها بله محمد رضا است. یعنی برای روزگی دو طرف رضا شدید. بله 100%. بهترین. خودت چی نظر داری اطراف این بعضی ها برای مثال در ما که قدر نیست نامای غیر عادی هم میگذارند وابسته به همین عرف و عادت و این چیزا، ولی در غرب باشد اگر در فیلم ها دیدیم خوب البته و تو هم خودت آشنا هستی که بعضی ها دیگه از نامشون راضی نیستن و نامی که خودشون میخوان همون بعد میگذارند و چی میکنند. تو با این نام چه خیلی برخورد کردی؟ خوب براستی با ما هر نام پسند است، هم نام محمد پسند است هم نام رضا پسند است، ولی متاسفانه همین مشکلی داشتن که یک بار دو نام رو یک جا کردن و نام خیلی هم دراز شد. نام باید که دراز نباشد، در اصل نام باید کوتاه باشد و در مکتب من رو رضا میگفتن، در خانه باشد محمد میگفتن ولی رضا الکی که کوتاه‌تر بود و برای مثال از نام امکم که بود و در مکتب هم دیگر همه رضا گفتن و بعدا دیگر همین نام الکی مون با من و بله و اگر در آینده اگر که خواهم که این نامم رو تنها کوتاه کنم با فکرم که تنها رضا گیاєv میشود، اگر که برای مثال دوشنبه برگردم و اگر شناسنامه نو گیرم بله تنها رضا گیاєv میشود. ولی براستی با من هر این نام پسند است ولی بزرگ یا اینکه دراز بودنش اونقدر کاری خوب نیست. خب فهمم. بعد 7 سال بلاگ نویسی که ابونه‌چیانت از 1000 گذشتن، حالی چی احساس داری؟ زیباست، فانتاستیکی است. 1000 آدم الکی قسمی از عائله تو شده است و دیگر اولی خبر رو شد که تو دونی تول نوار نبرماده است که یوتیوب رو من با مانتیزاسیا پیوست کردم. این زمان من شریک یوتیوب هستم و رسما فیلم ساز در یوتیوب که این زیباست. البته که ما میلیون درآمد نمیاریم ولی همون مهر و محبتی که کودک 16 ساله داشت آرزو داشت و عملی گردید و من در حقیقت شادم این زمان 1000 ابونه‌چی و این یک انرژی دیگر میدهد تا که ادامه دهی کاری دوست داشته رو. حالا که این کودک 16 ساله با آرزوهاش رسید، من بعد آرزوهاش چی است دیگر؟ من بعد آرزوها تا سال 2025 100,000 رفتن، 100,000 ابونه‌چی تا سال 2025 به یگان
به یگان نمیدونم نوارهای بد کردن، به یگان کسی رو تنقید کردن، تنها نوارهای درجه صفت بلند، فیلم‌های زیبا، فیلم‌های علمی، توصیه‌های حیاتی زندگی و تجارت و سرگذشت و سیاحت و زبان آموزی و آیتی. من امیدوارم که ما را به 100,000 آبونچی تا 20-25 میبرد. بهترین. بله. بهترین. به این چیز امید میبندیم. زمانی که نو به یوتیوب اومدی به قول خودت کومیر در اون زمان سمیه، فریق و دلاور سفرov بودن. بله. حالا چی؟ حالا براستی از یوتیوبرهای تاجیکی کسی نیست دیگر. چون که یعنی کومیر من دلاور سفر و فریق نبودن، تنها سمیف امید بود. چون که این دو مثال دلاور سفر و فریق باشد اونها در اون وقت مشهور بودن، یعنی آدمانی که الکای بازار یوتیوب رو گرفته بودن. ولی سمیف امید رو سببی که من پسندیدم و مرا شوق و رغبت نوارهاش آورد اون بود که وای نوارهای علمی میکرد، درباره مایکروسافت گپ میزد، درباره اپل، درباره اون من موضوعی که به من پسند بود و برای همین. ولی روزی که وای دیگر از یوتیوب رفت براستی خیلی من غمگین شدم چرا که وای دیگر یوتیوب نوار ایجاد نمیکند و بله امیدواریم که اکای سمیف امید باز برمیگرده به یوتیوب. اگر از بلاگ نویسان خارجی گیریم کی است دیگر؟ بله از بلاگ نویسان خارجی بله نیکلاس کریستل افسانوی ترین فیلمساز است. نیکلاس کریستل وای آلمانی است و علی عبدال که وای هم پاکستانی است ولی در بریتانیا زندگی میکند. علی عبدال، نیکلاس کریستل هر اینها فیلمسازا هستند که ما طول 6 سال اخیر تماشا میکنیم. نیکلاس کریستل باشد 1-4 سال میشود ولی علی عبدال از همون سال 2017 تا این جانب هر یک نواری که ایجاد میکند ما تماشا میکنیم و وابسته به تحصیل، مسئولناکی، عموما علم نوار میکند که نوارهای من به همون ساحه است یا که نیش است. فهمم. بله. اساساً برنامه سازان کم دوست و کم گپ میشوند ولی تو این خیلی نیستی. انرژی از کجا است؟ بله ولی نگاه کنید بجز آن که من ساحه آیتی رو میپسندم ولی من با ویدیو سازی رو از آیتی بسیارتر دوست میدارم. برای مثال من وقتی کار میکنم در ساحه آیتی روزایی میشود که مرا میشکند و غمگین میکند همون وظیفه‌ای که میآیند ولی همین نوارسازی، حکایه‌گویی این من حس میکنم که جامعه الکی از کاری من خبردار است و قیمت میدهد به جامعه. ولی در ساحه آیتی دوست میربون شرکتایی که میروی میلیون نقد دارند در شرکت‌ها تو انمی قسمی خورده که وظیفه رو با تو میدهند و خلاص و تو حس میکنی که همون کاری که تو هر روز میکنی با جامعه یگان فایده نمیآورد. یعنی تو حس میکنی در اصل میآورد ولی شاید که خورده که بیارد. ولی زیبایی نوار، زیبایی فیلم، زیبایی بلاگ اون است که وقتی تو مینویسی و یکو تا میلیون آدم میرود وای میلیون کس میتونی که زندگیش عوض کنی با 1 دقیقه ویدیو با نمیدونم 2-3 صفحه نوشتن بلاگی. این فانتاستیکی است. این چیز مرا شاد میکند و بله این سبب. بهترین. کووید 19 که حالا همگی تقریبا فراموشش کردند هرچند جون هزارها رو گرفت بله. متاسفانه ولی همین قدر امکانات ها رو برای انسانیت کشد. بله. برای تو چی داد و چرا گرفت؟ خب کووید 19 این زیباترین وقتی بود که من سپاس میگم با کووید 19 که اومد. بله بسیاری باز گفتم که طرفی بدم داشت ولی برای شخصا من رضا گرفت. این زندگی ما رو کاملا عوض کرد. وقتی کووید 19 اومد ما رو در خانه شیناند و یگانه جایی که همه چیز زیبا یگانه چیزای افسانوی رخ میداد این ما از همین شبکه‌های اجتماعی بود و یوتیوب بود و برای همین من از یوتیوب عموما فاصله‌ای از خانه نبر اومده دانشگاه نرفتیم دیگر کار کردن رو تحصیل کردن رو شروع کردیم و بعدا دیگر همه چیز رو از خانه آموختیم و دیگر از همون خانه در ایستادیم نرفتیم دیگر. روز نه شرکتی ما این زمان دیگر برنگشت با کاری آفیسی هازی هم از خانه کار میکند که این زیباست. ولی تا وقتی کووید 19 میگفتن هی اداره بیا هر روز 5 روز در یک هفته و برای برنامه سازان این یک از ساعت 5 تا 5 بیگا از ساعت 8 صبح تا 5 بیگا بله 8 تا 4 9 تا 5 بله کی نمونه میخوایم و خانه دیگر از تو سیمربان. اینا امروز ما در ورشو قرار دارم با تو صحبت دارم و اینم کار است برای مرا. اگر که من اداره میرفتم واسه هرگز نمی اومدم در اینجا و با تو صحبت نمیکردم که دوست من خبرگیر نمی اومدم و همین تکنولوژی اطلاعاتی ویدیو سازی با ما امکانات میدهد که از تمام منطقه سیاره زمین بله فاصله کار کنیم و سپاس به کووید 19. سپاس. بله
خب در نواری گفتی که بعد حرفهای پدر و مادر و دوستان برای دوم بار این سال 2018 از بلاگ نویسی دست کشیدی. حالا نظر والدین و دوستان تا کجا عوض شد و امروز نظر آنها به تو تاثیرگذار هست یا نه؟ خب این زمان براستی با مادرم صحبت میکنم با فیس تایم و بله میپرسد که نوار نو کی میشود. طول 2 هفته شد که من نوار ایجاد نکردم ولی مادرم میپرسد که نوار نو کی میشود. و بله یعنی نگاه کنید پدر و مادرم راستن دوستانم راستن. در حالی که تو یک آدمی هستی که نه صفتی نوار داری نه سخنور هستی نه صحبت کرده میتونی بفایده است همه کارو در چشمانی بیا ولی این وظیفه ایمانی و وجدانی تو است که باید اثبات کنی که تو میتونی. برای مثال ما بینم یک پسر ریزا گیف اگر خواهد که نوار ایجاد کند و نواری وای صفت نداشته باشد میگم که هی این کار تو بفایده است. من خودم میگویم و پدر مثال برادران من مادر من دوستای من میگفتن که ریزا براستی کار بفایده است و بسیار من در سال آموختم تا امروز اومدم ولی امروز کاری که من میکنم بفایده نیست. امروز نواری که من ایجاد میکنم صفتی که من ایجاد میکنم مهارت سخنوری که من دارم مهارت نویسندگی من دارم 7 سال پیش نداشتم و من اثبات کردم که من ارزنده ویدیو ساز بودن و ارزنده مقاله نویس بودن هستم. برای میتونم اثبات کردم که با پدر مادر براستی پدر مادر همه خوبن برادران همه خوبن دوستا همه خوبن مردم یگان مردم بد نیست همه آدمانی خوبن در سیاره زمین ولی تو باید بابایا اثبات کنی که تو نواری زیبا داری صفتی زیبا داری و در حقیقت که با جامعه قیمت میرسونی با کاری که تو میکنی. برای حاضر یگان چیز مصلحت میدن که این خیل کن این چیز نوار کن و میگن که خب یا علاقه سازش کردن با این چیز دیگه نه در گذشته میگم تاثیر میکنند مصلحت اونو نه برای مرا این زمان دیگر با ما فرق نداره که کی با ما گم میزنه که چی نوار کن چی نوار نکن چون که من سوایی که نوار رو میکنم این من لذت میبرم از یاد اونها و در گذشته برای مثال سببی که اونها میگفتن که نوار رو ایجاد نکن اون بود که ویا میخواستن که من با دانشگاه روم دیپلم گیرم تا که نان یابم. این زمان از همین یوتیوب نان خریب که غیر امکان است یافتن مثال خیلی هم دشوار است. انا سببی که من یوتیوب ایجاد میکنم اون است که ما علاقه وقت دارم برای ایجاد کردن نوار و مثال اگر که ما دانشگاه نمیرفتم جای کار نمیگرفتم شرکت سال نمیساختم شاید که این زمان ما تو صحبت نمیکردیم در این باره. بله درست این هم درست. بله خب تا 19 سالگی از زبان تاجیکی گفتی که شرم داشتی ولی حالا یکی از ترغیبگران این زبان هستی. چی چیز تو رو به این کار وادار کرد؟ خب بله این حکایت در حقیقت که زیباست و چون که من بلایستان آمدم و یک مغازه نام دارد جابکا سال 2019 بود کودکی 17-18 ساله و با اون مغازه رفتم یک خانم خریداری کردم 1 کیلو سیب و گفتم که کارت پلیز به زبان انگلیسی میخوام که با کارت پرداخت کنم ولی وای خانم مرا کاملا بد نگاه کرد و با تای دلش گفت که یستش в Polska mów по polsku ترجمهش اون است که در لهستان هستی با زبان لهستانی صحبت کن و بعدا با من خیلی سخت رسید. من گفتم که این آدم ها مردم ها با گروه جدا میکنن ریسیست هستن نیتیست هستن همون سخنانی که وقتی که یک کس رو با گروه جدا میکنه درو میگویی و اونها رو من گفتم ولی با خانه آمدم و فکر کردم که آیا وای خانم چی معنا داشت چی بود مقصدش و با خلاصه آمدن که 100% راست است. من علاقه در اون کشور زیاده از 8 ماه زندگی کردم و حتی حرکت نکردم که زبان اون کشور آموزم و بعدا که سال 2020 شد و وقتی که با کووید 19 در خانه آمد من بسیارتر نوارها تماشا میکردم از یوتیوبرهای تاجیکی و دیدم که برای مثال بسیاری همین آرزو ایسا در حقیقت که زیبا سخنور است و با من یک لذت آوردم. بله مهارت سخنوریش و بعدا براستی من گفتم که وزیر همه نسل که وزیر در شبکه‌های اجتماعی است حتی آدمان کسبیت در شبکه‌های اجتماعی زبان تاجیکی احترام نمیکنن حتی همه آدمانی که برای مثال به برایان صحبت میکنن زبان تاجیکی رو نیست کلمه روسی لوان دیگر و من گفتم که من نوار ایجاد میکنم ولی با یک زبان که زبان تاجیکی است با درجه کسبی است و کلمه روسی رو هرگز لوان نمیکنم و بعدن از دنبال آموزش شدم رفتم با کمیته زبان رفتم با دانشجو نقطه نت رفتم کتابا رو خوندم مقاله تاجیکی رو خوندم و براستی این زمان برای من اولین جاده این زبان تاجیکی است.
дар ҳоле ки ман 5 забон медонам, дар ҳоле ки ман дар ин тӯли 5 соли охир бо тоҷикон қариб ки суҳбат намекунам ба ҷуз ҳамин суҳбатҳои онлайнӣ, дар ҳоле ки ман умуман аз ҷомеаи тоҷикӣ дур ҳастам, вале барои ман забон хеле муҳим аст ва ҳар як боре ки дар анамин гуна суҳбатҳое ки онлайне ки аст суҳбат мекунам, ҳамавақт ҳаракат мекунам ки бо забони тоҷикӣ зебо суҳбат кунам ва ин аст мақсади ягонаи ман дар ҷаҳони онлайн. پس درود به همون بانوی که گفت که لهستان در لهستان هستی، پس با زبان لهستانی حرف میزد. بله درود به 100%. بله. در بحثی به خط فارسی گذاشتن و نگذاشتن هم یک چند وقت اخیر حرف و نوار آماده کردی. با فکرت برای چی ما تا به این حال به این خط نگذاشتیم یا نمیگذاریم؟ خب با فکر من که ما در سابق اتحاد شوروی زندگی کردیم سالهای دراز و این یک دومی که الکی بسیار از حجت‌ها، بسیار از الفبا، همه همین نقشه‌هایی که ما داریم، نقشه استراتژی برای آینده داریم، همه محصولات‌هایی که ما ساختیم تا به امروز همه با این حرف کریلیک است و با روسیه ما بسیار همکاری‌ها داریم، حتی ما به ویزا می‌رویم با روسیه و با دولت‌هایی که با این زبان ما صحبت می‌کنن با ویزا می‌رویم و در آینده شاید که به ویزا شود و مقصد این است که ما با روس‌ها با همین زبان صحبت‌های زیاد داریم، با همین حرف و برای همین ما با فکر من که نرفتیم تا به امروز و سببی که ریزو گفت تا به امروز باز درجه بلندی زبان تاجیک صحبت کردن نمیتواندم همین است. زبان روسی، حرف روسی، کلمه روسی و این سببی که من نتوانستم تا 19 سالگیم یا که شرم داشتم حتی با زبان تاجیکی به درجه ادبی صحبت کنم و این است با فکر من سبب. ولی من باز میگم که این آسان است، خیلی هم دشوار است، هم بدی دارد هم خوبی دارد، ولی من فکر میکنم که اگر نمیدونم 50 سالم گذرد یا که با ما لازم شود، اگر که عموما جامعه تاجیکان یک ریزا گرفت نه، مثال یک دوستی مهربانی ما دلشاد نه، عموما حکومت، دولت، شهروندان، کشور، تاجیکان سیاره عموما یک جا شوند و آواز یعنی که بله ما میرویم با خطی فارسی، بله روان، ولی این تنها اندیشه من است و من فکر میکنم که اگر ما با خطی فارسی رویم همون سه ابرقدرت‌ترین دولتی که هست فارسی زبان برای مثال ایران است و افغانستان است و تاجیکستان رو الکی میپیوندد، الکی ما از نیاگان خود بسیارتر با خبر میشویم، از سینا و از مردمی که با همین خط نوشتن تا به امروز و بله این از فکر من و سپاس فراوان. با تو گذاریم با سمت آیتی در همه نوارها و در صفحه علاهده یوتیوبیت از سامانه آیتی آموز حرف میزنیم. چی پلتفرم است و در آینده با مخصوصا با مردم تاجیکستان چی میدید که صرف تاجیکی است؟ بله چگونه که شما میدونید من یک مورد میخوام که محصولات سازم با یک زبان تاجیکی تاجیکانم. من هرگز زبان روسی رو علاوه نمیکنم، زبان انگلیسی رو علاوه نمیکنم و تنها تاجیکی. و آیتی آموز این یک پلتفرم آموزشی است که تنها مقصدش برای آموختن زبان سوی آیتی نیست، بلکه دیگر سوها نیز میتوانند در اینجا پیوست شوند. ولی این زمان بسیار از دقت ما قریب 80% دقت ما داده شده است به سوی آیتی، چون که ما باور داریم در آیتی آموز که آیتی امروزه و آینده است و زندگی همه تاجیکان رو عوض میکنن اگر که تاجیکان عموما به این سوها آیند و دیگر آموزن همین سوها را، چون که این زمان هر یک شرکت، هر یک کارخانه، هر یک کشور سیاره از این سوها وابسته است و بله در آینده من شخصا خودی من نقشه دارم که کورس ها سازم و در اینجا گذارم با زبان تاجیکی تاجیکانه با صفت بلند در سوی آیتی و من نقشه دارم که زبان مثلا زبانهایی که من میدونم این زبان ها رو نیز درس گویم در اینجا و دیگر بچه‌هایی که میخوان درس گویند، دیگر معلمانی که در دانشگاه میخوان درس گویند علاوگی میتونن که همون کورس های خود رو ثبت نواری کنند یا که یا که مثلا مقاله برای نویسن یا که کتاب نویسن یا که سوال جواب های الکترونیک، همین امکانات رو با تو آیتی آموز داده است و تو میتونید در اونجا همچون آموزگار هم از کار دوست داشته درآمد بیاری و همچون دانشجو همه کورس ها رو از تمام منطقه تاجیکستان و سیاره پیوست شوی و آموزی، در حالی که اگر تو اینترنتی بلند سرعت داشته باشی، البته که قوه برق داشته باشی و کامپیوتری ابرقدرت. من چند جایهایش خواندم که برای چی میگن برای همون دانشجو علاوه قانون و ترتیباتش هست، برای آموزگار ترتیبات هست
و بعض کلمه‌ای هست که حتی من نمیفهمم و اونها تو چخل ترجمه کردی ساختی و این روند کار چخل شد و در ما اگر یک زبانی عمومی میانه نباشد یعنی اگر ادبی باشد مردم ما نمیفهمند اگر پستی پس باشد پس میگیم که او پست است و بعد اون یک میانه عمومی باید باشد که همه بفهمند و تو بعد چه خیال میکنی در این سامانه؟ بله خب نگاه کنید ایتی آموز تنها ریزا گیوف نیست. ایتی آموز این دسته است که زیاده از 4 نفر کار میکنن در اونجا این زمان. ما بچهای کسبی داریم، زبان شناس داریم، حقوق شناس داریم و حتی حسابچی داریم که شریکان ما هستند در لهستان و زبان شناسی ما با درجه فانتاستیکی تاجیکی را میداند و حتی دانشگاه کشور هم تمام کرده است که نام دارد ذوالفقار و هر یک کلمه‌ای که ما نوشتیم قانونی ذوالفقار آنها را قانونا ترجمه کرده است و تاجیکی و تاجیکانه کرده است و اگر که تاجیکان نفهمند و ندانند این مشکلی من و ذوالفقار و ایتی آموز نیست، این مشکلی خودی آنهاست چون که آنها باید زبان تاجیکی را آموزند. من نمیتونم که هر یک قانون را آماده مثلا با آنها فهمونم ولی ما با درجه ماکسیمالی حرکت داریم که همون قانون ها رو فهمانده تر ولی با درجه کسبی ایستادو ولی فهمانده تر کنیم و براستی طول یک 6 ماه اخیر فقط ما قانون نوشتیم. این زمان سامانه ساختن آسان‌تر است نظر به آن که قانون نویسی و خصوصا با زبان تاجیک چون که حتی حاضر همه شرکت‌های بزرگ کشور هم کو قانون ها دارن ولی با زبان روسی است. من با شما وعده میدم که یک بار به سامانه اونها ببینید همون قانون ها بله قانون هایی که مثلا شرط ها برای آموزگاران باشد یا شرط ها برای استفاده برندگان یگان بانک هم باشد همون با زبان روسی است ولی ما حرکت کردیم که با زبان تاجیکی به حد امکان نویسیم آن را چون که شرکت ما رسمی در لهستان واقع گرفته شده است و ما می‌خواهیم که همه چی قانونی باشد. معلومات های استفاده برنده را به کجا میبریم، معلومات های آموزگاران در کجا هستند و اینها را باید که هر یک استفاده برنده که سامانه ما را استفاده می‌برد داند و مقصد ما همین است که به درجه کسبیت تاجیکانه باشد محصولات ما. بهترین. برای من عجیب است که برای چی سبب در لهستان به قید گرفتن شرکتت در چیست؟ هرچند تو این امکان می‌داشتی که در تاجیکستان هم کار کنی. خب سبب آن است که من در این کشور طول 5 سال نشد زندگی کردم. در این کشور برای مثال از شرکت من همین ایتی آموز طول یک 7 ماه میشود که فعال است ولی تا حال ما یگان مبلغ درآمد نآوردیم. از شرکت کاملا ما مبلغ درآمد نآوردیم. فقط تا امروز ما مصرف کرده ایستادیم. اگر مالی گیریم همه انرژی همون. ولی ما باور داریم که این شرکت بزرگ میشود. خب اگر که کسی هم استفاده نبرد رزوگیف خودش استفاده میبرد، ذوالفقار استفاده میبرد یا که امیری استفاده میبرد شرکت ما را که ما خودمون میسازیم و مقصد ما آن است که بله مقصد ما آن است که زیبایی این کشور آن است که اگر که ما مبلغ درآمد نآوریم انداز نمیسپریم. نگاه کنید حاضر ما شریکان دارم، حقوق شناسا شریکان دارم در لهستان و آنها هم محاسب ما هستند و وقتی که اگر شرکت ما درآمد آورد با آنها انداز من معاش میتیم پرداخت میکنم ولی این زمان اگر درآمد که نآورد ما از کسی وابسته نیستم با کسی قرضدار نیستم نه با این دولت نه با محاسبا یا که محاسبا همکاران من یا که حتی همون همواسیانی که با من هستن این زمان سپاس به هر یک آنها که هر روز 4 ساعته جدا میکنن و با من کار میکنن و این زمان رایگان با کار کرده شدیم یعنی با مثل که خیریه مثلا تو انجام به مثل ویکی‌پدیا کار میکنن ویکی‌پدیا تاجیکی مثلا تاجیکان ویکی‌پدیا مینویسن و تنها برای آش شود کسی میخواند همین فایده آمد به جامعه همین این زمان ما همین نداریم ولی این تجارت از برای ما حرکت کرده ایستادیم هم از جدید تجارت اون رو زیبا کنیم هم از جهتی که یگان فایده به جامعه آورد و لهستان این افسانه‌ای ترین شرکتی است که تو میتوانی افسانه‌ای ترین کشوری است که تو میتوانی شرکت خود رو با قید گیری و تا سن 26 سالگی انداز نمیسپاری. برای مثال ریزو گیفن زمان 23 سال است و خدا خواهد تا 3 سال آینده را تا 26 سالگی من انداز نمیسپارم تا کی 30000 درآمد نیارد 30000 یورو. برای مثال اگر ایتی آموز 30000 یورو درآمد نیاورد من رفته در این کشور انداز نمیسپارم که این زیبا است. ولی یک چیز دیگر رو زوس میگویم بعد 26 نه بعد 26 میسپاری بعد 26 میسپاری ولی تا 26 اگر درآمد از 30000 یورو نگذرد تو انداز نمیسپاری. بیا اگر 30000 یک چی تو الان انداز میسپاری و اینا هستند. یعنی انداز برای کشور ما در نظر دارم ولی دیگر اندازها هستن با مثل که مثال سلامتی تو زوس که سپاس با شرکتی که این زمان ما با کار دارم شرطنامه دارم و یا مرا میسپارن و از روی ایتی آموز همچون
گیریم صاحبکار انفرادی من انداز نمیسپارم همچون دوست نمیسپارم و این چیزایی بود که براسی ما حتی لهستان نرفتم زیاده از 41000 یورو یک شرکت دیگر پیشنهاد میکرد که هم قبول نکردم و تنها خواستم که اقلا برای 1 سال 2 سال آینده را همین آرزویی که دارم از ایجاد کردن نوار لذت میبرم از درس گفتن آیتی لذت میبرم از ساختن شرکت لذت میبرم تاجیکان رو دوست میدارم تاجیکی زبانی ما است گفتم که یک بار امتحان کنم این رو و این است مقصدی من برای 1 2 سال آینده بله تو برار تشکر زیاد در نوارهایت هر دفعه آرایش اتاق خود دکوراسیاش فرق میکنند و با من این همون بالاپوش پرچم کشورمون چند بار است که میبینم در نوارها عجیب اون برای چی نمیپوشی خودت اینجا اتاق خودت نیست بله اکو مشکل گفتم عذر زیاد بچه‌ها از من در سیاحت هستم و از بله سفر کار میکنم چی میگه یک بالاپوش بله بالاپوش خب باید از علی اکسپرس خریداری کردم این صورت دوستان آنلاینی هم میدونم اون را سبب اون که یگانه هر یک تاجیکی که شهروند تاجیکستان است و در تاجیکستان تولد شده است وقتی که بیرون از کشور می رود یاد میکند هر یک هفته الکی در وطن هر یک سرودی که تو گوش میکنی هر یک خوراکی که در جهان آنلاین میبینی هر یک تاجیک و همزبانی که تو میبینی الکی کشور به یاد تو میاد کوچه ها به یاد تو میاد همون آبها و دریاها به یاد تو میاد و اون فوتبال همون لباسی که من دارم در خانه همون تنها خاطررسان است که چرا من باید از خواب خیزم و چرا من باید شرکت سازم و چرا نوارهای من باید که با زبان تاجیکی باشد و چرا که همون لباس در نوارهایی که من ایجاد میکنم باید که باشد چون که من کشورم رو دوست میدارم تاجیکستان رو دوست میدارم و برای وای پرچم برای وای رنگ ها خون های زیاد ریخته شده است و ما اونها رو باید که قدر کنیم و این است سببی که من بله آن را دارم برای چی نمیپوشی در نوارهایت؟ چون که من فکر میکنم که این زمان وای معده شده است ولی طول 3-4 سال شد که در همون جا است ولی در گذشته میپوشیدم این زمان نمیپوشم ولی در آینده خدا خواهد اگر دوشنبه پرواز کنم در نقشه دارم که پرچم تاجیکستان رو بیارم رسمیش رو اون منطقه تاجیکی لباس های تاجیکی ولی از علی اکسپرس متاسفانه علی اکسپرس در اروپا قدر به درجه آمازون کار نمیکند و یک چیز خریداری میکنی بعد از 6-7 ماه میاد اکو 6 ماه در گذشته میومد این زمان ولی به هر حال علی اکسپرس صفتی زیبا نبود که من یابم ولی در آینده در نقشه دارم که عموما تاجیکی و تاجیکونه باشم و بعد میپوشم حتما بله سر دانشگاه خواندن و نخواندن خیلی بحثا داشته و داره بله اگر لهستان خواندن نمیرفتی اون ریزای میشنی که حالا هستی نه نمیشیدم 100% نمیشیدم ولی از خاطر قدر مردم تلقین میکنی که دانشگاه نخواندن مخصوصا در سمت آیتی چون که دوستی مهربان در سال 2019 از 2024 فرق میکند سپاس باز با کووید 19 همین یک کووید 19 زندگی را کاملا عوض کرد و ما را 20 سال پیش برد در سایه تکنولوژی 20 سال کووید 19 ما را پیش برد اگر کووید 19 نمیومد که شرکت های ابرقدرت نمیرفتن فاصله نمیرفتن چون که باید فکر میکردن که همه باید از آفیس و از اداره کار کنند ولی کووید 19 که اومد همه را در خانه کشوند الکی مردم راه را جستن برای آموزش آنلاینی و همه با زوم رفتن همه با اون آموزش های آنلاینی که رفتن دیگر ما فهمیدیم که حتی از خانه تا نبرآمده تو در حقیقت میتونی تحصیل کردن یعنی در گذشته ما میگفتیم که بله از اینترنت میتونیم یگانه چیز آموختن ولی امروز ما میگیم که در حقیقت که میتونه و من سبب که من میگم دانشگاه نروید مثال وای بحثایی که هستن کمتر قیچی شده هستن ولی مقصد پورای من اون است که اگر که تو حقوق شناس شدنی باشی اگر که تو دکتر شدنی باشی اگر که تو پلیس شدنی باشی و اگر که تو برای مثال راننده هواپیما شدنی باشی البته رو به دانشگاه دوست مهربان 1 سال 2 سال نه 10 سال رو چون که تو جان انسان ها در دست تو است تو با جان انسان ها سر و کار داری بله ولی اگر تو متخصص آیتی شدنی باشی زبان آموختنی شدنی باشی روزنامه‌نگار شدنی باشی سخنور مقاله نویس نمیدونم برنامه ساز متخصص کیبر امنیت ویدیو ساز ایجادکار سراینده موسیقی نواز همین کاف تو کاف کنکو برای امروزه مهارت های رقمی لیست قریب از 100 می رود که اگر مهارت خواهی آموختن با تو دانشگاه لازم نیست یعنی این بود مقصدی من ولی جامعه تا حال مرا نمیفهمد ولی این مشکلی من نیست مشکلی وای هست این اندیشه ما دوست مهربان تو میتونی مرا بد بینی ولی ما تا حال با شما دوستی آنلاینی هستم نه من مطرح در نظر دارم تماشابین را در نظر دارم بله خب در 5 سال آینده زبان‌های آلمانی، فرانسوی و ژاپنی را آموختنی یعنی در گفته این چیزا
با اینکه 5 زبان را میدونی این 3 زبان دیگر به تو باز چی میدهد؟ خب من آرزوی کودکی من بود در ژاپن زندگی کردن و ژاپن یکی از کشورهای ابرقدرت زیبا با احترام صنعت زیبا داشته است و از آنها بسیار چیزا باید آموخت و میخوام که تنها ژاپنی را به درجه صحبت یاد گیرم، به درجه کسبی نه، تنها به درجه صحبت، و میخوام که در ژاپن اقلا زندگی کنم برای 4-5 ماه تا که صفت زندگی آنها رو نیز ببینم. و دیگر اینکه آلمانی آن است که زبان آلمانی در اروپا، خصوصا در همین اروپا خیلی ابرقدرت است زبان آلمانی. و وقتی که برای مثال استریا آلمانی صحبت میکند، آلمان صحبت میکند، خب شویتزاریا صحبت میکند، بلژیم من رفتم در بروسل زبان آلمانی را صحبت میکنند، در حالی که زبان رسمی است در بلژیم. و اگر که من این زبان رو دانم، با این قدر ملت هایی که در اروپا هستند با همه اونها صحبت میکنم. و بله و فرانسوی باشد، مثال منطقه افریقا قریب همش نه، بسیار از کشورهای منطقه افریقا با زبان اسپانیایی با زبان فرانسوی صحبت میکنن. و اگر که من اگر که آموزم این زبان رو، براستی این زیباست. یعنی زبان آموزی این یک کیفیت است برای من، این یک لذت است. وقتی که تو زبان میآموزی با یک کس شناس میشوی، کاملا دیگر ملت، دیگر دین، دیگر پوست، دیگر قوم، عموما دیگر آدم است و این زیباست. تو را کلان میکند. در آخر روز تو انسانیت را میابی، نه اینکه ملت و نژاد و دین و پوست و قوم رو، بلکه انسانیت رو میابی. چون انا برای انسانیت رو یافتن تو باید که زبانهای انمون انسانها رو آموزی. وقتی زبانهای آنها رو آموخته، لکه بسیارتر درباره آنها میآموزی. بهترین، یعنی یک دنیا دروازه های دیگر باز میشود برای تو. 100%. خب اینجای صحبت رضا سوال های هستند که باید خیلی کوتاه جواب دهیم. و سوال اول این است: اینترنت وقت کش است یا کمک رسان بشر؟ اینترنت هم برکت است هم لعنت و این وابسته است تو است. در لهستان همین شب و روز چی میگذرد؟ در لهستان همین شب و روز آیتی به درجه کیهانی پیش میرود. درباره همون کس حتما قصه و نوار کردنی. درباره کی؟ خب درباره کی؟ یک شخص باید باشد. من خودت همین گونه نیت داری که یعنی تمامی خواهشات درباره همون آدم است یا که همون چیز است؟ اگر چیز گپ زنی، مثالی که مثالی همون نواری که 7 سال آمدنت به یوتیوب بود، برای مثال همین 7 سال انتظار داشتی و همین گونه انتظاری هست که همین نوار درباره همون آدم یا چیزی میکنی. بله، میخوام بررسی درباره استیو جابز یک نوار ایجاد کنم، چی در وای افسانه‌ای ترین شرکت اپل را ساخت از استیو جابز. ولی اگر که درباره خودم گپ زنم، خودم وقتی 100,000 درفتم بعد این نوار باید ورگه میکنم 100,000 ابونچی گرفتم، حکایه من تا 100,000 ابونچی. یعنی بهتره. خب شرایط خوب برای تربیت متخصص چقدر کمک میکنه؟ شرایط خوب بسیار کمک میکند. اگر که تو توانی با فرزندت یک تا کامپیوتری ابرقدرت خری، اینترنتی بلند سرعت پیوست کنی و قوه برق و یک خانه زیبا توانی فراهم آوری، براستی در وقتی کلان میشود وای با تو سپاسگزار میشود. ولی اگر شرایط نباشد، با شما وعده میتونم که دشوار است. قریب 0.001% است انمون فائزی موفق شوی در عموما برای متخصص بودن. بار شده است از نتیجه کار خودت شرمیده باشی؟ شرمیدن نه، نیست، باری هم نیست. چون که از کارهای ایجادکاری اگر در نظر داشته باشید، هرگز من نشرمیدم. چون که من فکر میکنم که همه وای روند است. 7 سال طول کشید تا که من بهترین حکایه گوی شوم. با فکری من تا 7 سال طول کشید تا که من بهترین تحریرگر و مقاله نویس و متخصص آیتی و این زمان تا من آموخته ایستادم. ولی من فکر میکنم که هر یک کاری که ما میکنیم وای درس است و وای روند است و من از یگان کاری کردم تا با امروز پشیمان نیستم. آخرین بار از کی تنبیه شنیدی؟ آخرین بار از کی تنبیه شنیدم؟ از همین دوستان آنلاینی هم، دوست مهربان. بسیار قریب 99 کس با من سخنان نیک گپ میزند، ولی یک فایز است که ما رو بد میبینند. ولی ما با هر حال دوستان آنها هستم. آنها میگویند که
бале ризо дар айти омӯз ту комилан дар наворҳои дарсгӯият комилан дигар инсон ҳастӣ дар вебномаи ризо гуев комилан дигар инсон ҳастӣ вале он ҳамон нақши ман аст вақте ки ман дарсгӯида мегузарам мехоҳам ки энерҷӣ биёрам ба ҳамон ҷое ту бояд худи ҳозир ба ҳамин тугма зер кунӣ ту бояд худи ҳозир линуксро омӯзӣ ман гап мезанам чунки вай кӯдаку вай талабае ки бо ман тамошо мекунад ба вай шавқовар шавад вале вақте ягон чизе ки дар ҳақиқат мисол чизе ки филм аст ё ки навор аст бо камкам дигар аст вале ман онҳоро мефаҳмам вале дӯстони меҳрубон ин андешаи шумо аст ва ин мушкили ман аст ман мехоҳам ки ман лаззат мебарам аз он кор вале ту бояд худи ҳозир ба ҳамин навор тугмаи мақбулро зер кунӣ одамизод шуъур дорад аммо бар замми ин дуздӣ қатл хиёнат хоси мост чаро бале чунки ман фикр мекунам табиати инсон ҳамин хел аст ва мо ҳам хел калон шудем вале ба ҳар ҳоле ки нигоҳ кунед фарқият байни дониш доштан ва ақл доштан фарқияти калон аст чунки ман одамоеро бисёр медонам ки дониш доранд миллион доранд абарқудратанд вале кори ахмақе ки ваё мекунад касе намекунад ва баростӣ танҳо ҳамон нафси онҳо зиёдатӣ аст ва ба фикри ман ки нафси худро идора карда наметавонанд ва ҳамин аст сабабаш 3 панд аз китобҳои хондаат 3 панд коратро нишон деҳ танҳо коре ки мо анҷом медиҳем танҳо коратро нишон деҳ ин аз китобе ки ман хондам show your work ва дигар ин ки бузургтар фикр кун хоб ҳаргиз фикри каму кӯтоҳ накун вале хелам бузург фикр кун ва дигар бале ва дигар ин ки бале ояндаи имрӯз аст ва агар ки чӣ коре ки мо имрӯз мекунем ояндаи мо аз он вобаста аст ва агар ки имрӯз ма таҳсил накардум маневра надора ки ма пагоҳ бенону беоб мемонам агар ки ман имрӯз меҳнат накардум кор накардум ризои 80сола аз ма фахр намекунад ва бале ин се буд ва чаҳорум он аст чаҳорум шумо мехоҳам гуфтан ки ин писандитарин ба ман аст он аст ки бале гап дар он нест ки ту чӣ чизро медонӣ гап дар он аст ки ту бо чӣ чизи медонистагият чӣ кор карда метавонӣ ва бале ин буд 4 чизе ки панде ки ба ман хело писанд ҳастанд насли ҳамсину соли ману ту ҳамон хатогиро такрор ба такрор ин ҷо анҷом дода шудааст хатогӣ ман фикр мекунам ки насли ману ту хатогие ки онҳо то ба имрӯз такрор карда истоданд ин навомӯхтани забони тоҷикӣ аст барои чӣ инсонҳо аввалтар аз ҳама бо фикри негатив ба ҳама чиз назар мекунанд чунки онҳо аз атрофашон негатив аст агар ҳамун дӯстони онлайни ту умуман дӯсту ҳамкорои ту як умр гӯшчапар бошанду фикрҳои негатив кунанд ту ҳаргиз фикрҳои хуб намекунӣ ва агар ки худатро бо одамони пурэнерҷию бо одамони позитив якҷоя кунӣ ман ба ту ваъда медиҳам ки дар 99% ҳолат аллакай ту фақат позитив меравӣ чунки ман ба норвегия рафтам ҳама шод буд ман тӯли 4 рӯз дар норвегия будам соли гузашта кишваре ки ба ман писанд аст афсонавитарин кишвар аст дар аврупо ба ростӣ ҳама ҳамин одамоне ки ман бо суҳбат кардам қариб ҳама суханону орзуҳову мақсадҳову мақсадҳои нек доштанд ва ман ҳаргиз надидам суханони бад нисбат ба якдигар дар давоми як ҳафтае ки барои имрӯз мусоҳибаро ба нақша гирифтем дар бораи ман чӣ маълумотҳоро ҷустуҷӯ кардиву фаҳмидед хоб ман вебномаи шуморо тамошо кардам наворе ки бо акай далер доштед дар бораи зангирӣ суҳбат кардед ки вай хело мавзӯи зебо буд ки манам зангирм ҳозир ва танҳо ман тавсияҳои шуморо дидум ки чӣ хел буд ва бале ба ростӣ ман он наворро тамошо кардам баъдан фейсбуки шуморо дидам баъдан умуман ҷустуҷӯ кардам дар бораи шумо ва ба ростӣ ба ман писанд омад ҳамон наворе ки аз артиш баргаштед аз сипоси фаровон ки бале артиш рафтеду ҳамон одамони наздики моро ҳимоя кардед барои чанд вақте ки будед ва вале ҳамон наворе ки шумо эҷод кардед дар ҳақиқат ки зебо буд ва сифатуш ба дараҷаи кайҳонӣ буд ва ташаккури зиёд ки ҳамон наворро низ эҷод кардед ташаккур ба шумо муҳаббат кардед ҷавонон барои имрӯзу фардояшон ҳоло фақат ҳамон корро бояд кунанд кадом кора бояд забон омӯзанд забони инглисиро худи ҳозир ҳар як кӯдаке ки синфи
ده هست باید که زبان انگلیسی را آموزد، چون که اگر زبان انگلیسی را نآموزد الکی قفا مانده است. اگر زبان انگلیسی را نآموزی تکنولوژی را نمی‌آموزی، اگر تکنولوژی را نآموزی الکی تو در پشت هستی. برای همین اولین کاری که تو باید کنی پیش از اون که شیمی می‌آموزی، فیزیک می‌آموزی، البته که زبان تاجیکی را آموز و بعداً زبان انگلیسی را. چه چیز رو آماده شدی که من اون رو حتما میپرسم اما نپرسیدم اینجا؟ درباره چرا که گپ میزنی؟ بسیار داری. یعنی فهمیده یا که نفهمیده؟ نفهمیدم. یعنی ما بسیار وقتا صحبت میکنم و بله ما وقت بسیار وقتا صحبت میکنم و گپ میزنم، یعنی با مثل انگلیسی گپ میزنم. همین هم من در نظر داشتم که شاید که تو میپرسیدی که ریزا هی چرا بسیار بعد میکنی؟ ببین من این چیز خودم دارم با طور نه فقط تلفظ میکنم، یعنی این کمک میکند که من فکر کنم و این چیز یک چیز در ما در ژورنالیستا این چیز میدونید چی میگن؟ ویروس نیست لما میگن چی میگن؟ میگه کلمه هایی که شما زیاد استفاده میبرید به طور ویروسی همین گونه است و این نمیشود گم کرده، فقط کمتر مشق کردم در کار به قولی و تا حال من حالی این چیز برای خودم گم نکردم. حرف آخر برای آینده این ملت و آبونچیان من خودت. خب از این بچه‌هایی که تماشا میکنن نوارهای ما را و عموما از تاجیکان سیاره خوش میکنم که بسیارتر نوارهای علمی تماشا کنید، نوارهایی که در آنجا یک قیمتی است و زبان تاجیکی را احترام کردن. نه بسته که وای نوار سیاسی است، وای نوار دینی است، وای نوار تکنولوژی است، وای نوار علمی است. خواهش میکنم که همان انسان‌هایی را تماشا کنید که زبان تاجیکی را احترام میکنند. این است توصیه من. اگر که همان گونه انسان‌هایی که زبان تاجیکی را احترام میکنند فرقی ندارد، و اگر ژورنالیست باشد و با زبان تاجیکی به درجه کسبی صحبت کردن نتواند آن را تماشا نکنید. و بله و این است توصیه من. آخرین سخنان من. تشکر. شادم که در این برنامه بودم. دوستی مهربان، دلشاد. تشکر با یک استگاه آنلاینی خیلی خاص برای من و بله سلامت باشین. من خیلی شادم که یک صحبت خیلی خوب و موجز داشتیم و فکر میکنم که با آینده این ملت حتما حرفای ما لازم میشود و به دردشان میخورد و حرف ما را میگیرن در آینده خود استفاده میبرن حتما. بله دوستی مهربان، دلشاد سپاس فراوان که دعوت کردید در این برنامه و من در حقیقت که شادم که در این برنامه بودم و امیدوارم که وقتی که 100,000 آبونچی جمع‌آوری کردم یک بار دیگر برمیگردم و همین اینترویویی که با شما داشتم امروز تماشا میکنم و سپاسگزاری میکنم که دوستی مهربان ما با ما در بالای همین آرزو صحبت‌های داشته بود. شاید اون وقت هم یک مصاحبه میکنیم نه؟ البته شاید که بعد حتمی است، شاید که بعد همین صحبت هم اگر بچه‌ها دعوت کنن ما را یک بار دیگه با برنامه شما، ما هم وقت شده هستم که باز با برنامه شما آیم و صحبت‌های دوستانه داشته باشیم در همه موضوعی که شما می‌خواهید. تا وقتی که سخنان من با جامعه قیمت میرساند من هم وقت شدم که در همه برنامه‌های تاجیکی و تاجیکان باشم. سپاس فراوان. تشکر که بودید. خیر. خب من تشکر میگم با آنهایی که تا اینجا همراه من بودن و اگر نوار براتون پسند آمد حتما تکمه عالی را پخش کنید، آبونه شوید و کامنت بنویسید و به دوستانتان توصیه بدید. خدا نگهبان.